امروز 21 سپتامبر است و من شالای گلخوجه تازه‌ترین خبرگزاری شورم مستقیما از استودیوی رادیو آزادی معرفی میکنم. روز بخیر و سرخط موضوع برنامه. نرخ بلند مشتریان را میگریزاند. ساکنان تاجیکستان از قیمت بلیط و خدمات شرکت‌های هوایی داخلی راضی نیستند. نرخ ما قیمت‌تر، صفتش هم سمالات هواپیما پست‌تر. زنجیر طلایی خوشتامن یا تلفنی روحانی؟ چرا جوانزن 26 ساله در شهر کولاب خود را آتش زد؟ 20% بدن فرزانه غلام و سوخت. شمس دیدم که رفت دیگه واقعا امیانم برام پیدا میشدم. خودم که بدایم فایرش هم خودم شون دیگه در نرفتن نمیدونم علاوه چه خیلی کشتن بشن. 20% و امروز میبینیم که چگونه سگ برای حفظ فرزندانش با موری عینکدار در نبرد میشود. زهر مار 4 بچه سگ را کشت. و شروع میکنم از اون که دادگاه شهر سرپوخوای ولایت مسکو روز 20 سپتامبر مهلت حبس پیشکی الکساندر سیومین را یک ماه دیگر دراز کرد. این مرد 27 ساله در کشتاری وحشیانه طفل توجیک هویدو تیلوزاده متهم است. مفتش گفته است تا به حال نتیجه تشخیص روحی سیومین آماده نشده است و او باید تا 22 اکتبر در بازداشتگاه بماند. پدر هویدو میگوید به پرونده سیومین باز یک بند دیگر اضافه شده است که به آدمربایی دخل دارد. هویدو تیلوزاده 22 ایول در شهر سرپوخوه به طور بیرحمانه اول تجاوز و بعداً کشته شد. شرکت‌های هوایی تاجیکستان مشتریان خود را از دست می‌دهند. در بلیط فروشی‌ها می‌گویند سودای چیپتا به سمت روسیه به مراتب کاهش یافته است. بیش از 40% قیمت شدن بلیط‌ها ساکنان را وادار می‌کند راه‌های نو و ارزان‌تر را بجویند. مثلا طریق اوش قرغیزستان، چیمکنت قزاقستان و یا توشکنت ازبکستان سفر کنند. بلیطی که در دوشنبه به سمت مسکو تقریباً $300 ارزش دارد در ازبکستان $45 ارزان‌تر است. از قرغیزستان باشد با $187 می شود به مسکو پرواز کرد. براد یوسفی همین موضوع را تحقیق نمود. نورالدین قرشیبویف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید طول یک سال اخیر از خدمت شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان تقریباً دست کشیده است. او که به خارج کشور زیاد سفر می‌کند، گرانی قیمت چیپتا و خدمترسانی نچندان خوبی شرکت‌های هواپیمایی داخلی را سبب چنین تصمیمش عنوان می‌کند. یک سال اخیر بیشتر از طریق تاشکند سفر می‌کنم، زیرا از طریق تاشکند بلیط هواپیما با اروپا قریب 1.5 برابر ارزان است. حتی نسبت به شرکت ترکی ارزان‌تر است. و اطراف نقطه‌های چیپتا فروشی در دوشنبه که سال‌های قبلی حتی نوبت می‌ایستادند، خریداران انگشت‌شمارند. اون تعداد انگشت‌شماری مشتریان چیپتای شرکت‌های هواپیمایی روسی و یا دیگر کشورها را می‌خرند که کمی هم از چیپتای شرکت‌های وطنی ارزان‌تر است. نرخ ما قیمت‌تر، صفتش هم سمالات هواپیما پست‌تر. سطح خدمت رسانی پس نظر به دیگر دولت‌ها نظر به ایران نه هواپیما توریستی اولینی از اون خیلی پست. افسوس. همین است که فروش چیپتا مخصوصاً چیپتای شرکت‌های هوانوردی تاجیکستان در برخی از دکان‌های چیپتا فروشی دوشنبه تا 70% کاهش یافته است. گرانی نرخ مشتریان تاجیک را مجبور کرده است که کشورهای همسایه مخصوصاً ازبکستان را برای سفر به خارج دور انتخاب کنند. مثلا وقتی حساب تو میکنید تقریبا 50-60% و یا مثلا ارزان میگیرند بلیط از تشکیل. مثلا سمرقند، بخارا، همون شهر ازبکستان بعد مثلا اویش که با راه میروند، با تاکسی، با اتوبوس، با اویش با مثلا هواپیما میروند. در هر دو حالت از اونجا بلیط ارزان‌تر میاد. با همین خاطر یه صاحب هست میشه گفته که مثلا تاجیکستان قیمت چی فروش چیپتا خیلی مثلا کم شده است. شرکت‌های هوانوردی تاجیکستان چون همیشه علت گرانی نرخ چیپتای طیاره‌ها را مربوط به گرانی قیمت سوزشواری می‌دانند. اما بر اضافه گرانی نرخ چیپتا با توقف در فرودگاه دوم به نقطه اصلی پرواز کردن طیاره شرکت‌های داخلی مسافران اصلی مخصوصاً مهاجران کاری تاجیک را مجبور کرده است که راه دیگری سفر به خارج کشور را پیدا کنند. رو می‌رویم به موضوع دیگر. در عراق باز 9 نفر از زنان توجیک سالهای طولانی را پشت پنجره سپری خواهند کرد. بعضی از آنها حکم ابد گرفتند. بیشتر این زنها هنگام آزادسازی شهر مفصل عراق بازداشت شدند. یکی از آنها سفرگل نبی و ساکن 23 ساله نویه واسی است که از سال 2016 تحت پایگارد قرار دارد. همکاران ما به منزل شوهر این زن رفتند.
این پوشاک و پایافزال سفرگل نبیوا کلین این خانواده است که در عراق به حکم ابد محکوم شد. عادل هیتولایف همراه همسرش 3 سال پیش از روسیه به جنگ‌های خاورمیانه رفته بودند. آنها سال اول 2 مرتبه به والدین زنگ زدند. تلفن کرد. کلینم بود. کلینم بچه‌م شما کجا رفتین؟ کجا شدین؟ من چه مقصد قد شما رو کردم گفتم. بچه جان گفت، خاله جان گفت انشالله میام گفت. انشالله میام گفت. سفرگل پسر تولد کرده است. نزدیکان درباره این کودک خبری ندارند. چه گلید رفتیم گفتیم بچه شما گفت. انا بچه شما بچه گفته بعد من ایشان تلفنش شوهر سفرگل عادل هیتولایوی 28 ساله در جنگ کشته شد. خودش برای همیشگی کنج زندان رفت. اول با هم توراسی رفتن یگان خیل دین ایتایی نمازخوری ایتایی یگان چی نبود. وحشه بوم نمیدون. وقتی که رسید اومد هم چی گفشید هم چشیدگی نمازخوان شدم. دادگاه شهر بغداد 19 سپتامبر در برابر سفرگل نبی و 8 زن دیگر تاجیک را برای عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی و همزیستی با جنگجویان از 20 سال زندان تا حکم ابد محکوم کرد. این 9 زن با خود 24 کودک داشتند. ҳукумати тоҷикистон баррасии барномаи гузариш ва пахши рақамии шабакаҳои радиоӣ ва телевизиониро оғоз кардааст. Интизор меравад дар 5 соли оянда тамоми расонаҳои радиоӣ ва телевизионии кишвар ба диҷитал гузаранд. Ин дар ҳолест ки садҳо хонавода дар минтақаҳои назди марзӣ мегӯянд аз тамошои телевизионҳои давлатӣ маҳруманд, аз ҷумла дар вилояти Суғд. Маъсуми Муҳаммадраҷаб гузориш медиҳад. ҳукумати тоҷикистон барои пахши рақамӣ ё диҷитали намоишҳои телевизионҳои тоҷикистон ва гуфторҳои радиоҳои тоҷикистон шурӯъ кардааст ва қарор аст дар муддати 5 сол намоиши телевизионҳову гуфторҳои радиоҳои тоҷикистон тавассути формати диҷитал пахш шавад. дар ҷое ки мо истиқомат мекунем танҳо як шабакаи якум яъне ки шабакаи аввал ба мо дастрас мебошад тамом. дар ҳоли ҳозир тавре ки мусоҳибонамон ҳам гуфтанд сокинони деҳоти дурдасти тоҷикистон ва ҳатто маркази ноҳияҳо ба тамоми 8 шабакаи умумиҷумҳуриявӣ дастрасӣ надоранд. дигар спутникҳо ҳастанд, спутники афғонистон, эрон, ӯзбекистон ё россия, дигар каналҳо зиёдтар онҳо тамошо мекунем. чунки шабакаи тоҷикистон кам ҳаст. ҳарчи аз марказ дуртар меравем дастрасии сокинон ба тамошои шабакаҳои умумиҷумҳуриявии тоҷикистон душвор мешавад. агар чи антеннаҳои махсус бошад мумкин аст амал шавад. бархе сокинони ноҳияҳо ва аз деҳоти дурдаст ва донишҷӯёне ки аз деҳоти дурдаст барои таҳсил ба хуҷанд омадаанд мегӯянд ки баъзе шабакаҳои умумиҷумҳуриявиро танҳо дар маркази вилоят бори аввал тамошо карданд. дар дохили хуҷанд шабакаҳои ҷаҳоноро, телевизиони диёр, ҳафтстора ва якчанд дигар шабакаҳо низ вуҷуд доштааст, аммо мо бехабар будем аз ин. маъсуми Муҳаммадраҷаб, Озодӣ, Хуҷанд. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. дар бемористони шаҳри Кӯлоб вазъи занеро ки худро оташ задааст вазнин арзёбӣ мекунанд. Фарзона Ғуломоваи 26 сола 2 рӯзи пеш худсӯзӣ кард. ин ҷавонзан дар ҳоле қасд ба ҷони худ намуд ки дар батнаш тифл дорад. ҳодиса ба ҳамли ӯ таъсир нагузошт, вале зиндагии баъдиашро бо хонаводаи шавҳар зери суол бурд. зеро ба бовари хешовандони Фарзона Ғуломова ин зан дар пайи азияти онҳо даст ба чунин амал задааст. Шодмони Ятим бо тафсилоти бештар. این پاره پیراهن فرزانه غلاموی 26 ساله است. او صبح 19 سپتامبر بعد از ماجرای در حمام خود را آتش زده است. خواهی پشکی درد دای سوختای نمیجا با غصه دای اوخو من ندیدم یکون چه میگم نمیجا اشتگی نمومد چه پش در میتون آهی پش دارد نمیدونم ما خونم سرالگاه پرالگاه نداریم. سبب ماجرا گم شدن گردنبند طلایی خوشدامن بوده است.
نه چند روز پیش هم زنجیش خالم 20 گرم داشت گم که خود هر دم نخسم دو خسم خورده پرچه خونم نیفتنش چیلا گم شد چیکار میگه تای خواب میروش ایوبی نمازعلی شوهر فرزانه در یک تماس تلفنی بر رادیوی آزادی گفت شام همان روز او را برای حفظ رقم تلفن یک روحانی پرسجو کرده است. میگه ملا زورای مرا قشر میخواند دو میخواند قشر میخواند دم قشر ملا نیست دیگه. صبح روز دیگر اقربای شوهر دیدن که فرزانه میسوزد. اگر شوشی جشتگی به نگفت شیرم بیار یا همینو دنم خلرت شیر نواردش هم دیدم که رفت دیگه واقعا ما میانم برامد پیدا میشراتم خودم که بدایم فایرش هم خودم شون دیگه در نرفتن نمیدونم علاوه چه خیلی کشتن بشن 20% بدن فرزانه ضرر دیده است و حالا در بیمارخانه شهر کلوب بستری است. طبیبان حالتش را وزنین میگویند. باز بوی نمی جنگ کدای سری کدای که ما ساری خونه دختر دادم نه و این بالسته دینا بگه افرسته بود. بردم که ساری تلفن کرد که دختر دیگریم که بیو میگه دمادر که تیر بیه که دختر تون مرده بگیریم بری. دیگر خیلی نمیدونم بچم باز مین اومدیم با عثمان اومدیم نمیدونم. پیوندان میگویند فرزانه از زندگیش در خانه شوهر در شهر کلوب راضی نبود. چند بار کارمندان جماعت میان رو شدند تا از شوهر جدا نشود. یک مرتبه دیگر رفتیم اومدیم اما من خواستم که همین زندگی نکنه دیگه همین دویم همین زندگی همین تلخی و همین جنگ جنجالای. فرزانه با یک کلین دیگر دو خواهر شوهر و خوشدامنش در یک خانه زندگی میکردند. صاحب یک دختر میباشد و آوان خودسوزی فرزانه حامله بوده است. مقامات سبب‌های قصد جان کردن او را تحقیق دارند. شادمانی یتیم بود. در ضمن طبق امور رسمی سال گذشته نزدیک 500 زن قصد خودکشی کردند و مقامات گفتند که اکثر این حادثه نتیجه مشکلات اقتصادی خانواده ها و وجود اذیت و آزار نسبت به زنان در عائله می باشد. محبت و صداقت را باید از جانوران آموخت. نوار بعدی که ما پیشنهاد شما میکنیم همین گفته ها را بار دیگر ثابت میکند. در یکی از منطقه های هندوستان ساکنان شاهدین نبرد سگ با ماری زهراگین شدند. او برای نجات فرزندانش جان خود را زیر خطر گذاشت. مومن احمدی موضوع را ادامه میدهد. روز 18 سپتامبر در ناحیه بدرک ایالت شرقی اودیشه هندوستان سگ برای نجات اطفالش با ماری عینکدار یا خود کوبرا به جنگ تن به تن برآمد. سگ در زیر زینه‌پایه منزل برای خود و 7 طفلش سرپناه پیدا کرد. وقتی مار بالای سگ بچه ها ناگهانی حمله کرد، مادر با تمام قوتش بر روی مار عکاس زد. در نتیجه مردم آگاه شده خدمات حفظی طبیعت وحشی را دعوت نمودند. عارف بیگ میگوید ماری تخمینا 2 متر فوق العاده خطرناک بوده تا زمانی بازداشت توانست 4 سگ بچه را به قتل رساند. در زیر زینه‌پایه من نمیتوانستم راست شوم. بر علاوه آنجا سگ و ماری 2 متر نبرد داشتند. وقتی من رسیدم الکی 4 سگ بچه هلاک شده بودند. من از حمله به خودم خوف داشتم زیرا هم مار و هم سگ می توانستند به من حمله کنند. بعدتر من موفق شدم که سگ را کنار کشیده مار را بازداشت و به جای امن انتقال دهم. تخریب جنگل ها و موضع بودوباش وحوش یکی از سبب های نزاع میان آدم و حیوان های وحشی به شمار می رود. حیوان های وحشی شبیه فیل و پلنگ، مار و غیره در جستجوی غذا به منزل زیست آدم روی می آورند. در هر صورت هوای نرم و جنگل های ناحیه بدرک همچون مکان زیست مار و خزنده های زهرآلود شناخته می شود. اخیراً در یک منزل زیست این ناحیه 140 ماری نوزاد یافت شده بود. و در مسابقه قهرمانی جهان اوید با جودو که روز 20 سپتامبر در شهر باکو شروع شد، نوورزشگر تاجیک در رقابت‌ها میان مردان شرکت می‌ورزند. در هیئت دسته منتخب تاجیکستان سوراب بوقیف در وزن زیر 60 کیلو در دور اول از رقیبش از کره جنوبی مغلوب شد. با این خبر رسیدیم به پایان برنامه. فردا شما را با نوید بامداد انتظار می‌شویم. خدا نگهدار.